روز بخیر باشد بیننده عزیز رادیو زودی و به همه آنهایی که این لحظه ها ما را تماشا دارند. امیدواریم که استراحت شما خوب میگذرد و من شالوی گلخوجه هستم که چون همیشه تلاش میکنم در چند دقیقه شما را در جریان خبرهای تازه بگذارم و چون ما امروز برنامه خبری نداریم، چون عادت در نوید بامدادی تلاش میکنیم که تازه ترین خبرهایی که مربوط به حیات مردم تاجیکستان و جهان است به سهم شما برسانیم و مطمئنیم که چند دقیقه خودتون رو به ما حتما میبخشید. شروع میکنم از تاجیکستان. رستم ایمالی شهرداری دوشنبه از دادستانی تقاضا کرده است تا عملکرد مسئولین ساختمانی منزل دسترس را تفتیش کنند. دفتر مطبوعات شهرداری دوشنبه روز 10 آگوست با نشر یک اطلاعیه گفت تا تحلیل فعالیت ساختمان منزل دسترس در کار رهبریتش کمبودی را اشکار کرده است. به قبل شهرداری رهبران این لایحه از مشتریان مبلغ را گرفته آن را به خزینه کارخانه وارد نکردند، اما مسئولین شهرداری دوشنبه نگفتند که رهبریت ساختمان منزل دسترس چه مقدار مبلغ را از مشتریان گرفته و به خزینه داخل نکردند. در نظر است که اکنون دادستانی دوشنبه این قضیه را بررسی کند. منزل دسترس طرح ساختمانی شهرداری دوشنبه است که با جانبداری شهرداری وقت محمد سعید عبیدالله تشکیل یافته بود. ساختمان خانه های منزل دسترس در دوشنبه سال 2013 شروع شده. قرار بود ماه سپتامبر سال 2015 نخستین صاحبان خانه های خود را بگیرند، ولی طول کشیدن و به کندی پیش رفتن کارهای ساختمانی بعضی از سهامداران را نگران کرد. برخی آنها سال گذشته از خوف آنکه در آخر هم به خانه و هم به پول میمانند خواستار بازپس گرفتن مبلغ‌های پرداخته‌شان شدند و باید گفت که آخر ماه فوریه امسال مقامات خبر دادند که کار در ساختمان‌های منزل دسترس دوباره شروع شده است. این خبر صدها مشتری این شرکت رو که به خاطر کم ارزان بودن قیمت خانه هایشان آن را انتخاب کرده بودند برای هر چیز زودتر صاحب خانه شدن دیگر باره امیدوار نمود. طبق اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال جاری 16324 شهروند سابق تاجیکستان شناسنامه فدراسیون روسیه را دریافت کردند. این موضوع افزوده است که تاجیکستان در میان کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک در زمینه دریافت شهروندی روسیه بعد از اوکراین و قزاقستان در موقع سوم قرار دارد. مقامات روسی این پدیده را با آسان‌تر شدن جریان گرفتن شهروندی روسیه از نظر سندها ربط می‌دهند. در مجموع در دوام 20 سال اخیر از روی آمار رسمی تا 500,000 صاحب شناسنامه‌های روسی شدند و بخش از آنها مقام دو شهروندی را دارند. با اطلاع وزارت کارهای داخلی روسیه از اول سال جاری به این کشور 551,504 مهاجر کاری از تاجیکستان وارد شده است که در مقایسه با همین دوره سال گذشته کمتر بوده است. خب در همین دوره از ازبکستان به روسیه در جستجوی جای کار بیش از 1 میلیون نفر وارد شدند. و روز گذشته جسد دو جوان دختری را که در ولایت مختار بدخشان در دریا غرق شده بودند به خاک سپاریدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان خبر میدهد که بگوی 9 آگوست فریزه بندیشوی و نامسوکین 22 ساله دهه میدینشار در دهه یومچ با ماشین چندخو نشسته محرک آن را به کار می‌دارد، ولی از عهده دارای ماشین نبرآمده آن را به دریا سرازیر می‌کند. در نتیجه دو مسافر آن مغفرت آخوند و عزیزه جنت شویوه که هر دو 22 ساله بودند و ساکن نویه شغنان هستند به هلاکت رسیدند. پیوندان هلاک شده ها میگویند بیرون آوردن جسدها از داخل ماشین تقریبا 4 ساعت ادامه کرد و اکنون تفتیش این حادثه شروع شده است. و رو میاریم به خبرهای دیگر. صندوق بین‌المللی پول به حکومت تاجیکستان مشورت داده است که مجوز اگرو اینوست بانک را بازخوانده خود این مؤسسه را برهم دهد و از درآمدهای بانک قرض امانتگزاران را پرداخت کند. این یکی از 3 راه‌هایی است که صندوق بین‌المللی پول برای حل مشکل اگرو اینوست بانک پیشنهاد کرده است. دو راه دیگر سرمایه‌گذاری بانک از اضافه بودجه دولت و تأسیس دو بانک دیگر در زمینه اگرو اینوست بانک می باشد. حکومت تاجیکستان تا به حال یکی از این گزینه‌ها را استفاده کرده 1 میلیارد و 70 میلیون سومانی به اگرو اینوست بانک سرمایه گذاری کرد، اما این تدبیر نتوانست بانک را نجات بدهد. پدامجا خاندیلوال رهبر هیئت صندوق بین‌المللی پول دایر به تاجیکستان روز 9 آگوست در یک پاسخ کتبی به رادیو زودی گفت سازمان آنها کوشش‌های بهتر کردن اداره‌کنی و نظارت را قدر می‌کنند، اما برای بازگرداندن باوری امانتگزاران به بانک‌ها روی دست گرفتن چاره‌های قطعی دیگر ضرور است.
خانم خندل افزود برای بازگرداندن باور مردم به بانک‌ها در تاجیکستان حکومت را ضرور است که توصیه‌های قبلی سازمان آنها را اجرا کند. اشاره این خانم به برنامه ارزیابی سکتور مالیوی تاجیکستان است که در آن از جمله برهمدهی اگروینوستبانک به حیث یکی از چاره‌های حل بحران توصیه می‌شود. یک همصحبت رادیو آزادی که جزئیات مکالمه تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول را می‌داند روز 9 آگوست گفت این توصیه بخشی از مشورت‌های سازمان بین‌المللی پول با تاجیکستان قبل از شروع برنامه نوی همکاری است. تاجیکستان نیت دارد از سازمان بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرض امتیازدار به دست دارد. معلوم نیست که حکومت تاجیکستان به این توصیه سازمان گوش می‌دهد یا نه، اما اگروینوستبانک از سال 2014 جانب در شرایط نزدیک به بحرانی به سر می‌برد. در اداره مرکزی بانک در شهر دوشنبه تنها شماری از کارمندان این بانک مسئول بازگرداندن قرض هستند مشغول کارند. خب در برگرداندن قرض از این بانک مقامات قدرتی نیز جلب شدند. اخیراً آژانسی بورس با کروپسی تاجیکستان از بازداشت نفری هم گزارش داد که با استفاده از سندهای 3 شرکت نزدیک به 5 میلیون دلار از اگروینوستبانک را گرفته است به حیث قرض و تا به حال بازپس نداده است. و یک خبر دیگر، ریاست اندوز ولایتی سوخت اسم بیش از 100 آوازخوان و نوازندگان ولایت را نشر کرد که به گفته مقامات مالیات را سر وقت پرداخت نکردند و در مجموع 100,000 سومانی قرضدار شدند. در فهرستی که مسئولین اندوز سوخت تهیه کردند، هر کدام از این هنرمندان از 70 تا 9,000 سومانی قرضدار شدند. یک مسئول ریاست اندوز ولایتی سوخت به رادیو آزادی گفت برای بار اول است که چنین فهرست را تهیه کردند و تصمیم دارند در تلویزیون های محلی هم با نوبت این خبر را نشر کنند. تا امروز مقامات اندوز بیشتر در دوشنبه فهرست هنرمندان و اسطوره‌های هنر را نشر کرده و درباره پرداخت نشدن اندوزی هر ماهشان خبر می‌دادند. سال‌های اخیر مقامات اندوز هر بار با نشر فهرستی دور درازی آوازخوانان آنها را به سرکشی از مالیات عیبدار می‌کند. خب اعلان و رسانه‌ای کردن قرضداری آوازخوانان از سوی کمیته اندوز هم پیوسته به واکنش‌های تندی گروهی از آوازخوانان روبرو می‌شود. مثلا اول سال جاری هم اسم شبنم سوریا در فهرست 100 نفره آوازخوانان قرضدار از اندوز نشر شد و او برای آزادی گفت که هیچگاه از پرداخت اندوز سرکشی نکرده است. صدرالدین نجمی‌الدین آوازخوان دیگری معروف هم که اسمش در آن رویخط بود در واکنش به آن گفت که این اتهام را قبول ندارد چون 2 سال اخیر اساساً در خارج کشور است و برای هر فعالیتش در داخل تاجیکستان اندوز سپرده است. مالیات یا اجازه‌نامه فعالیت برای آوازخوانی در تاجیکستان سال 2008 جاری شد و 5 سال بعد در سال 2013 افزایش یافت. آوازخوانان در تاجیکستان همچون صاحبکار انفرادی باید هر ماه به خزینه دولت مبلغ سپارند. یک آوازخوان دیگر که اسمش در فهرست نوی هنرمندان قرضدار از سوخت است گفت در واقع او چون صاحبکار انفرادی در نظریات اندوز شهر خوجند ثبت نام شده است، اما میگد نه همیشه به توی مرکه و دعوت میشود و بنابراین بعضا با تاخیر اندوز را پرداخت میکند. این به گفته او نباید به معنی سرکشی از اندوز قبول شود. خب در نوبت خود برخی منقدان رسانه‌ای کردن اسم آوازخوانی قرضدار را خلافی معیارهای اخلاقی مینامند. آنها میگویند با اینکه هنرمندان هم باید مسئولیت‌های کسبی خود را بشناسند، مجازات آشکارای ایجادکاران بر روحیه ایجادی آنها تأثیر منفی میرساند. بیننده عزیز، چند خبری بود که خواستم برای شما بگویم. خبرهای بیشتر از این رو شما میتوانید در جریان روز از سامانه www.azadi.org پیدا کنید و نوارهای دیدنی رو در آزادی ویدیو کانال رادیو آزادی در یوتیوب تماشا کنید. روزتان بخیر باشد.